سلام تماشابینان عزیز، خوش آمدید به کانال ما انگلیش خانه. محور امروزه ما درباره خریدن لباس از بازار می باشد. چون همیشه ما پیش از آن که با محور آغاز کنیم قبلا کلمات اساسی محور را گفته میگذاریم و علاوه بر این ما در اینجا نامگوی لباس های کودکانه را جمع آوردیم و آنها را یک به یک به شما شرح میدیم. بیاید اولا با نامگوی لباس های کودکانه شروع میکنیم. List of baby clothes. List of baby clothes. نامگوی لباس های کودکانه. Overalls. Overalls. Polo push. Mian. Mian. یا اینکه میتر. میتر. دستپوشی به پنجه. بینی. بینی. کلاه. Baby apron. Baby apron. پشبند. پشتمانی کودک. Socks. Socks. جوراب. Diaper. Diaper. Pampers. Singlet. Singlet. پیراهنی به آستین. Shoes. Shoes. پای افزار. Safety pin. Safety pin. سوزنک. Scarf. Scarf. کردن بند. To look for. To look for. جستجو کردن. Follow me. Follow me. از پس من بیاید. Follow. Follow. تعقیب کردن. از پس رفتن. Size. Size. اندازه. Try on. Try on. پوشیدن برای سنجش. Fitting room. Fitting room. حجره چنگونی. Fit. Fit. موافق بودن. زبیدن. Receipt. Receipt. Check. اکنون میگذاریم با محاوره. Hello, can I help you? Hello, can I help you? سلام. با تو کمک کرده میتوانم. Yes, please. I'm looking for a t-shirt. Yes, please. I'm looking for a t-shirt. بله. من یک فوتبالکا جستجو دارم. Follow me, please. What's your size? Follow me, please. What's your size? لطفاً از پس من بیاید. اندازه چند میپوشید؟ Medium. Medium. اندازه میانه. What color would you like? What color would you like? کدام رنگ به شما پسند است؟ Black. Black. سیاه. Here. Here. Anna. Can I try this on? Can I try this on? ممکن پوشیده بینم. Yes, of course. Yes, of course. The fitting rooms are here. The fitting rooms are here. بله، البته. حجره های چنگونی اینجا هستند. It's too small. It's too small. این خیلی خرد است. Try this one on. Try this one on. اینش را سنجید. It fits well. It fits well. How much is it? این خوب زبیده است. چقدر ارزش دارد؟ 129 سومانی. 129 سومانی. 129 سومانی. I'll take it. Here you are. Thank you. I'll take it. Here you are. Thank you. من این را میخرم. تشکر. Here is your receipt. Here is your receipt. Have a nice day. مرحمت، این چک شما. روزی خوش. دوستان عزیز، برای باز هم تماشا کردن ویدیوهای نو از کانال انگلیش خانه همیشه پیگیری کنید. باقی سلامت باشید.